شام بخیر و شادی باشد به همه نفرانی که لحظه با ایزیا پلیوس هستید. ما رو هم گوش کرده ایستادید و هم تماشا مهمان داریم. این نوبت یکی از چهره های شناخته آنه که بانوی زیباست و دائما چهره خندان است. بلاگری شهرتیار، مدل، آنه که امروز مادر مهربان برای فرزندانش است و همسری غمگسار و مهنتقرین صوفی رخشانه رحمت‌الله و این نوبت مهمانی ایزیا پلیوس. آمدید. سلامت باشین. به شما رو رخشانه گویم خوبتر است یا صوفی؟ فرقش نیست. خب سلامت باشید صوفی. بسیار خوشحال هستیم. چرا صوفی رو انتخاب کردگی هستید برای خودتان؟ رخشانه این نامی که پدر و مادرتان گذاشتند؟ بله. اولا سلام علیکم به شما و به شنوندگان و بینندگانتان. تشکر. صوفی این نام یک جیانچم است. رخشانه نام اساسی خودم. برای چی انتخاب کردید؟ همچون لقب همچون نیک در اینستاگرام بسیاری نامویخشان نیستن کو. خب حاضر شما رحمت الله و این از اول نسب شما بود؟ نه رخشانه کریمова بعد رحمت الله شدیم. رحمت الله این شوهرم. اوه چه خیلی راضی شدید که با نسبی شوهرتان گذارید. خیلی شد. عشق زوری کرد. بهترین. این حال صاحبی چند فرزند؟ 3 فرزند. نامشون؟ محمد علی، امیر، جنت. بهترین. خب عیناً زاده کجا هستید؟ پدر مادر شما صاحبان کدام کسب و کار هستند؟ در عائله چند فرزند بودید؟ شما چندمین فرزند برای پدر و مادرتان؟ من خودم در شهر دوشنبه تولد شدم. پدرم در ناحیه دوستی، مادرم در ناحیه دوستی. در منطقه رشت؟ پدرم بابایم رشتی بود، غرمی. مادرم وخیوچی. بهترین. از قلاهای بلند. ما از قلاهای بلندی و ما پستی نمیزیم. بله چه خب بعداً در دوشنبه خودتون تولد شده. در کدام تولد خونه؟ یکم سویتسکی. بهترین. خب در کدام مکتب خوندگی هستید؟ مکتب میانه رقم 49 نایه فردوسی. بعد کدام دانشگاه رفتید؟ دانشگاه ملی. کدام اختصاص؟ مالیه و قرض. اوه بانکی رو هستید. خب یک بانکی فقط سما حساب کردن دستم. عجیب. زنها چرا اینقدر پول رو دوست می‌دارید؟ چون که بی پول حیات نباشد. امروز یک شهرت رو صاحب هستید که همه هوس میکند که حتی قش‌های آنها، موهای آنها، چهره آنها، تبسم آنها، لباسهای آنها مانند صوفی باشد. من تقلید زیاد هم میکنند و من شما رو زیاد پیگیری هم میکنند. بعضا از رشکشان هر خیل حقارت ها هم مینویسند. اگه همش بوتکس کردگیه، ما دیگه بوتکس اگه چیز اوریجینال. خب دیگه بار یگان چیز تغییر دادید؟ همین چه خیلی که بودید؟ از اول دختری اول چی بودید در مکتب؟ سردرسی بودم. بهترین. بچه ها زیاد عاشق می شدن و من زیاد عشق اظهار میکردن. زیاد از پساتون میدویدن. بسیار میلش بیدن. خب کی رو زیاد عذاب داده هستید؟ زیاد عذاب داده هستید؟ من سردرسی بودم بچه ها را میزدم. اگر نمیخوندم میزدم شو. بهتری؟ عجیب. که بخونم. گرفتم صوفی اومده ازده؟ اما صوفی میگفتن یا رخشانه؟ قدیما که بلند بود میگفتن که چی؟ پتالاگم. میترسیدن. قد بلند بوده قد بلند. از همه قد بلند میترسیدن که وقتی که نمایدک بچه هم قدشون پس بودن بعد میزدمشون. میترسیدن. خب بعد در چند سالگیتون اویلا بنیاد کردید؟ چند سال بودید که شما رو به شوهر دادن؟ از خونه گسیل که نه خود دوبش که برافت کده. خب سالی دم 2020 با امید آیله داشتیم. خب در آیله عمومی چند فرزند شما؟ چندمی فرزند برای پدر مادرتون؟ 3 فرزند برادر. یک پدرم خودم کنجاگی برای همین ارکچه. همین گونه است که مخصوصا زیاد نفران وقتی که ما اعلانی برنامه رو دادیم از ما پرسیدند که اویله صوفی چگونه شد. ما میتوانیم که با او حتی بسیاری ها نوشتن که خواستگار فرستیم. عجیب ببینید. خواستگار فرستیم. خب در این باره شما کمی معلومات میدادید. افتخار دارمتی ببینیم که با یک وقت باید تخت. البته که اویله دارستم برای همین. خواستگاری نوی که باش ما هم امید تای مشتی لغت نگیره.
حاضر یک جایت بهترین مبارک باشد باری دیگر مبارک باشد بسیار خوشحال هستم توی در این خانواده مبارک باشه یه تا دیگر توی کنیم برای شبیه آشوشتی من یک تا مخصوص برنامه تشکیل میکنم توی شما با همون لباس و فتح عروسی میبروید صافی و امید باز عجایب میشد سه کودک عجایب خشرو رنگ دیگر دولت ها بهتری میشود عجایب میشود انا حاضر ایده زور داده برای اینکه اویله ها مستحکمتر استوارتر شود باید که هم خیلی کنیم هر سال یک بار جشن گرفتن در کار هم خیلی فتح پوشیده داماد شده مخصوصا باز از نو خود زندگی آغاز کردگی برای میشود برای مستحکمی اویله ها من مثال در یک دولت مثال در یک دولت عجایب است اگر یگان نفر عریضه نویسد برای جدا شوی میگفتند که مایلش ما شما رو جدا میکنیم روید همون روزی تویتون چه خیلی لباس پوشیده بودید همون لباس پوشیده بیایید میگفتند در آن دولت هم خیلی آنانه بود است که کسی که لباس همون تویونش رو میپوشیده است در یک صندوقی مخصوص گرفته میموندند بعد روزی جدا شوی یعنی که به پیش سود همون لباس پوشیده میآمدند پوشیده میآمدند و زیاد اویله ها فکرشون میگشتن برعکس از فکرشون گشته همون لحظه های شیرین زندگیشون یادشون اومده از فکرشون گشته یا دیگر آغوش کرده گریه و ناله کرده ما جدا نمیشم گفته میرفتی ما هم خیلی کنیم اگر اما کرده ایستادن در کار است برای اینکه دلگرمی محبت آهنگ را بغض شود تمام سخن شما رو نمیشکنیم ولی امشب میرم قدیم امید مسئولیت میکنیم توی کاری چیه توی میشه با اکوی امید چه شناس شده هستید شما با اکوی امید در یک رستوران یک دوگانم دید و بچه را بین چه شروعه گفتم تده حیف میشه زیبی ما داره عجایب بعد هم خدیدیم می نویستیم گپ میزدیم در کرونا ویروس بعد یعنی شما با اون کس گپ پرت افتادی اون کس به شما گپ پرت افتاد نه البته که او گپ پرت نویست بعد ما چند بار اون وقت اینستاگرام داشتید ها سال 2018 بود بعد هم خدید سال گپ زدیم و سال 2020 کرونا ویروس شده بود ما نکاح کردیم بعد توی بعدن سنتیابر موندیم توی کرده خب این حال میوهش هست میوهش 2021 2023 تولد کردیم خب اکوی امید شما رو وقتی که انتخاب کردن یگان شرط گذاشته بودید شما با اون کس نه چون یادم نیست فقط پیشی چشمتون همه عاشق شدی چشم که رو گوش کرده همه چی همه راضی ده همه چی خب پدر مادرتون چی گفتن راضی شدن با انتخاب شما البته خدماتی خشقده خشقامت دیدن راضی بودن از کدام جهت به شما معقول بودن خیلی بچه خوب زیاد صحبت نکرده بودید چی یا که چه خیلی شده بود که بعدا نفهمی ها شد که تو میگن که زندگی نکنی نمیفهمی خیلی میشه که نفهمی در زندگی شما رو ضیق میکردن از کدام جهت چی ها میگفتن ای همه جهت نمیدونم ممکن رشک از دوستوری زیاد بیاز نچی لوبید همون شبه که همون حادثه که رخ داد نسبت شما در کجا بودید و به کجا رفتید بعدا جنگ میشدیم بسیار تهدید میکرد اگراژت میکرد برای کشتن رستم ترسیدم بسیار میترسیدم خیلی تا زن مجبور نشود این کار نمیکنه بعد گریختم رفتم خانه بیبیم همون نویه دوستی همونجا دویدم همونجا رفتید شب و شب با ماشین فقط خودتون بوده خودم قد دخترچه میدم با ماشین خودم رفته بودم چه خیلی خلاص گریخته رفتید خودتون چه خیلی شد که نه وای مشق رفت بعد ما گریختم تمام همون وقت یکان جایتون کبود بود یکان خیلی زخم داشتید یا هم تو ترس داشته نه ترس اکو خیلی کم هم باکس میکردم اون وقت تهدیدی سخت هم خیلی مراجعه شما بود بعدی که اکوی امید دوباره به هم اومدید به هم نقش شدید باز در یک خانه زندگی میکنید البته خوب است ما طرفدار آن است که یگان اویله تاجیک ویران نشود حالا که بین شما 3 فرزند هست همه داغه بودن که همین اویله یک جای شوند باز زمان دشمنهای شما میخواستن که بگذار جدا شود و این شود لیکن شکر خدا که حاضر من خرسند شدم که باز با اکوی امید یک جای هستید حاضر چه خیلی حاضر شکر خیلی بهتر است نه بعدی که اومدن دیگر چیزی نگفتم اکو با کم جمعیل برای خمه ترس ماز بگم که با سوسه
هر روز جنگ خیلی با جنگای با کم ترک با سبک ترک ده در اویله یعنی که میشوده است جنگ میشده میدونید همه لحظه ای که اومد حیات شما رو من نوارش رو میدیدم مخصوصا زندگی پدر و مادرم پیش نظر می اومد مثلا خود به خود دوی من کودک خود سال بودم گریه میکردم میگفتم که چرا مادری من یگان کار نکردگی هستند یگان کاری عیب نکردگی هستند یگان گناه کردگی نیستند دوی من از پی زندگی شوم مثلا تپک کنم مالها رو بینم گوها رو بینم زندگی پیش برم روم مهنت کنم جهد کنم تلاش کنم یک زمان یابم گفته اینقدر مهنت میکردند و چرا پدری من مادری من رو بیهوده میزنن گفته گریه میکردم شبها خود با خودم همین سوال داده این سوال بی جواب بود تا هنوز تا حاضر برای من بی جواب است چرا پدری من مادری مرا میتن بعدا یک روز از پدرم پرسیدم انا حاضر اکنون با گذشت وقت آدم گفتی خودتون که وزنین میشده است باز دیگر دید و نظرش دیگر خیلی میشده است از پرسیدم میگه من سخت دوست میداشتم حتی از پیراهنش که از من نزدیکتر به اوست رشک میکردم حتی از پیاله که لب پیاله به لب او میرسد من رشک میکردم حتی تلویزیونی که چشم او میبیند من رشک میکردم و چه خیلی من این کارو میکردم خودم هم ندانسته میموندم گفتم ده همین حالت هم میشد است من در قصه ها بینیده بود مثال زلیخا اینقدر عشقش بزرگ بوده است که یوسف رو برد به زندان و میگفت که او رو عذاب دهید من تماشا کنم میگفت چه خیلی عشق این هم یک عشق عجیب حالا که سخت دوست میدارید همین خیلی البته خیلی هم دیگه زلیخا زمانه حضیره زلیخا عشق زلیخا امیدم میگفت که مثال با سایه تو رشک میکنم خیلی ممکن سببی رشک همین جنگا بیهوده تا دیگه خیلی نگاه کردی دیگه خیلی گپ زدی با سبب خیلی جنگ بیهوده نم چه خیلی که واسه شما گفته استین که جنگ میشیدن بیهوده همین روسیه همش بیهوده بود مثلا از طرف من نه یگون گناه بود یگون چی نبود یعنی همین تگش پرسیده بیایی هیچ کار نه یگون گناه شما رفتگید اومدگید به کار تمام کار زنگ میزنه در کجای ما 24 ساعت قریب هم صحبت میشیم زنگ میزد میدونست مثال با سیومکو با رکلام هم میرم همه چی با خبر بود با همی رشکای بیهوده وقتی که اویله دار شدید عموما در یک خانه الوهیده فقط خودتون زندگی میکردید یعنی که خسرو خوشتومن نبودن نه از اول الوهیده بعد به کارهای خانه چه خیلی رو وقت میابید شما با کارهای خانه یا به یگون کس به شما یادم میده مثال خوراک پزید خانه تازه کنی دیگه میشه وقتی که خونم خوراک میپزم دختری پزنده اید؟ کم ایستزانو یک چی در یادم اومد یک بار منتو کرده بود منتو سوخت بعد اومد خور گفت که یکم بار میبینم که منتوی جرنی هم بوده کم ایستزانو خیلی دختره که شوخ طبیعت هستید بعضا شوخی هم کرده میستید در اویله امید پرانک میگه برای هم شوخیت را گفته بودم بسیار مردم برام خیال میکردن که جنگای ما پرانک نباشه یکی پرانک نبوده نه که پرانک نبود تا زن مجبور نشود این کارا نمیکنه بازم میگم خیلی شید خیلی خدا که مردهای اصلاحش هم بعضی هاش زندگی گفتیش ما که زندگی هم کس ویران نشود هر کس با پدر و مادر خودش هم فرزنده خب یا گنده سه کسا فرزندان چی پدرشون رو دوست میدارن؟ بیحد دادا جون اگر شما رو در اون وقت مثال یگان جهل میکردن یگان حقارت میگفتن چه خیلی فرزندان چه خیلی عکسی نشون میدادن؟ راستیون هم روانیشون چیده بود میترسیدن اینکه خیلی پدرشون رو دوست میداشتن با دادا جنگ نکه هم با چه کلانی میگفت دادا جنگ نکه خیلی زیخ میشتیم خیلی شکر روزی خوبه حاضر از زندگیتان روزه؟ میترسم برای چی میترسه؟ آخه با جنگ نشه اینه خیلی شکر اینه من باوری ندارم دیگر اکنون خب من باوری دارم که اکای امید بهترین انسان هستم اون کس رو چقدر آدمان میشناختند مثل یک موقع خودشون بوده است من باوری دارم که با گذشت وقت یعنی که انسان که هر چقدر برکمال میشده است هر چقدر در زندگی پیشپا میخورده است باز
بزرگتر می شده است و باز قوی تر می شده است، اشتباههایش رو خوبتر می فهمیده است. من فکر میکنم که اکای امید ممکن در حالت جوانی بودن، حالا هم ممکن حاضر با بزرگتر خودشان را احساس کرده ایستادن، باز دید و نظرشان در زندگی دیگر شده ایستاده است. با گذشت وقت تماما باز فکرشان ممکن دیگر می شود. کاشکی خدا هم خیر باشه. از آن سببی که خداوند شما رو تقدیرتان رو با اکای امید با پیوست شما خودتان راضی هستید؟ نه البته. پشیمان نیستید نه؟ نه. خمی که زندگی خوب بگذرم. خب بهترین است. ما مهم خرسند هستیم که شمایان باز یک جای هستید، باز با هم هستید. بعد همان وقت که دوست و که دشمن به فکرم فهمیدید. راست خیلی بسیاری دستگیری کردن، بسیار زنها بسیار خیال میکنم در این حالت زن میفهمد. بسیار مردان خوبت کرد. این خیلی گفتگی های هم هستن ها؟ اما مردایی که زناشون نمیزنن همین گپا مینویسن. عجیب. خوب بود کرد. خیلی سخت میرسده همون وقت با آدم. در اون حالت هر کس از او بیخچه خودش میدونه. خاصتا در زندگی جوره ها هم نقش زیاد میبازن. مثال همین جوره خوب میتواند که آینده شما رو باز هم برعکس نزدیک بیارد. مثال گفت که امید چقدر زنی خوب داریم، مهنت میکند، دست پا دارد، زنی زیرک است. مثال زنی است که زندگی میگوید، شوهرم میگوید. خیلی نقص زن گوید. اگر فکر میکنم که برعکس دیگر خیلی میشود آدم. لیکن باز جوره های است که گپای بیهوده نمیشود. اگر آسمان مانندی تراشه از بمافتگی برین کیم چی بلاهای گفته، مخصوصا به همون عصبی آدم میرسن. بعداً آدم چه خیل به خانه در اومده، چه خیل همون کارو کرده است یا چه خیل همون کار دست داده است، خودش ندونسته میموند از علم زیاد. چون که زیاد نفراره هم شنیدیم که من برای چی این سخن رو میگم، مثلا زیاد نفراره شنیدیم که مثال هیچ گپ نه، دخترش را چنون شپلق سخت زده است که دختر چی مایدچه‌اش را در حال در جایش وفات کردگی است. مثلا باز یک دختره که است که به سبب اینقدر عذاب کشیده است به خانه نو در اومده میبیاد که من مثلا این خبرهایی که در سامانه‌ها کنون خبرگزاری ها پخش کرده بودن، مثلا پدر و برادر همان دختر را میکشن که تو چرا در خانه نبودی در فلان ساعت گفته. مثال این بسیار دهشت‌آور است و امروز شما همچون زنی مبارز برای دیگر زنها نیز یک نیرو شده توانستید، یک جسارت شده توانستید. من از این رو برای شما احسان میخوانم. آفرین. شما میتوانستید که بعد همون حادثه که با شوهرتان اکای امید شده گذشت میتوانستید که نبخشید بود. بسیاری گفتن که این اویلا که ویران میشه و این اویلا دوام نمیابد، لیکن شما متانت و جسارت و یک رحمدلی و مهربانیتان بود که ببینید یک سخاوت و همون یک محبت به اندازه زنهای تاجیکی ما بود که باز بخشیده، باز با هم هستید. چخیل همین توانستید؟ چخیلی که میگوین خداوند خودش بخشنده که ما بندوی چخ نمیم بخشیم. بسیار دختری رحمدل هستم، خیلی با خاطر فرزندا با امیده که امید مرا ناامید نکند. خیلی با شانس زیمان رنجیده نشود. زیمان رنجیده نشود. برای همین با شانسی دوباره دادیم. خیلی با امیدیم که امید ناامید نکنه. اینا فرزندکاتون تسترک کمان شود و داماد کنید و نبیره های اگر شود و دیگه فراموش کرده روی نمیشه. آمین رحمت کجا. زنده باشید. برای زن بلوگر شدن آسان است به فکرتون؟ نه البته همه کار مشکلی خچه دارد. اینستاگرام یکمش که زرین چشمات پس میشه 24 ساعت قریب در درونی اینترنت. بعدا نگاتیو گپ های میدونین که خیلی رو هر خیلی گپ ها می نویسن، خیلی عصبی هم میشه، اینه که با طاقت میکنی مشکله. راه افتاده میکند شما رو همون کامنت بعضی وقت البته. خب چه خیلی خودتون رو آروم میکنید اون وقت؟ اگه این گپ های قبیح از زمان های پیش بودن برای همین تا حالا هستن. خب من باوری دارم که در زندگی حساب سفید یگان چیز نیست. حتی دوغ هست، همون دوغ میبیند آدم یا همین خیلی است.
خب لیکن گپ سری اون است که گفتی خودتون که من بسیار از زبانتون شنیدگی هستم یگان تو مرا زندگی ما تامین نکنی راست یگان تو من و انا قدر سوم آوردن نتی مرا فرزنده من دیگه راست هیچ که یاردم نمیکنه ها من کار نکنم یگان کس فرزندای مرا نگاه نمیکنه یگان کس مرا نگاه نمیکنه برای همین هر کس از دست پنجه خودش نمونه مهنت کنی راحت چه میبینی انشالله وقتی که نافهمی ها در بین شما در اویده شما شد پدر و مادر شما برادر و خواهر شما چی گفتن؟ گفتن که خیلی کار خوب نشید پدر و مادر ما خانگی ما بسیار انسان خوبن اینا هم انسان خوبن گفتن خودتون میدونین خودتون اولیدار شد برای اینقدر دخالت نکردم مقصد زیق بدن که کار به این درجه رفت رسید بعد اکوی امید اگه وعده دادن و خیر؟ وعده میتای در میبروی فراموش میکنه کم فراموش گفتی را نه؟ فراموش میکنه چی وعده داد عکس هایتان نشان داده یک خیلی اکتیاری نکردید من بینید مردک جان ما چه خیلی زور لحظه های گذارم میگم اگه پیر شیده دیگه هم دوره یاد میکنی میشنی تعریف کنید ده؟ تعریف کنید دلچه بایا به ما؟ شما میتونید تعریف کنید ارزنده مردها ارزنده هستند و شما هم ارزنده هستید من حالی مردها با از دیگر طرف میگم که زناتون رو تعریف کنید راست پیامبران زنهاشون رو تعریف میکردن اینقدر زنهاشون رشک میکردن جنگ و جنجال میکردن میبخشیدن و اینقدر مهربانی میکردن ما کی شدیم که لیکن امیرا میدونم که زن تعریف کردن دوست میدارد تا چند همین زن تعریف کردی خوب گفتی همون زن خوب میشه و بعد که گفتی بعد زن بد میشه مکری زن خب مدلی رو کی آغاز کرده بودید؟ از همون سالی 2017 دانشجو بودید اول کی رفته بودید؟ نه دانشجو نبودم خیلی شد که با این ساحه ابرو در اومدم من اول اینستاگرام استفاده نمی‌بردم من یک دوگانه هم صورت‌های مرا در اینستاگرام می‌مونده اینو من گپ می‌زدم ها این خیلی دوگانه هم داره خیلی بعد فقط میگه که متر مشهور کردگی من اوشتایا اینو خیلی میگه بعد هم خیلی گفت که ترا مدلی فرو دوران ترا پرسیدستن بعد خیلی اوستا قطعا که خوشته ستارف امید کوچکلیف دیزاینر بهترین خدمات همکاری کردیم با میس آسیا در یک آزمون اشتراک کردیم میس آسیا شده بودیم قزاقستان رفتیم هم خیلی بعد اوستا خیلی مدلی میتونی قدتون چند است 1.75 و ها جستو میگردن این خیلی قد کم های زنده باشید خب ماهینه بانو می نویسن السلام علیکم اپای رخشانه بسیار دوستتون میدارم اپا جون میگفتید که من هم به اینترنت وارد شده ایستادم با اینترنت کار کردم میخواهم شوهر را باید چگونه انتخاب کنم به کدام جهتش اعتبار دهم یعنی که یک زنی مشهور شوهر را چگونه انتخاب باید کند گفتن مصلحتی شما به کدام جهت ها اعتبار باید داد سلامت باشن خواهر عزیز من هم شما را دوست می‌دارم که خواهر شوهر کردنیه شوهر کردنی هستند و انتخاب کردنی هستند لیکن خود شما میخوان که مانند شما در اینترنت باشند هم شوهر کن هم در اینترنت باشند بله خب در شوهر کن در اینترنت نداره خواهر جان خیلی اینترنت با کارهای قین داره یک اجازه در شوهر بگیرن شوهر اگر اجازه داد کارشون پیش بر نداد نه اجازه دهد و بعد اویله دار شدن اجازه ندهد اونا فهمی ها شباده انا پیسوفی چی گفته توصیه شما برام خد دیل تگوش که خواهر جان من دیلم تگوش کرده کم توقت کرده استما دیل تگوش کن توقت کن دیل تگوش کن شتا بخواه زنده باشد شمانده دیگرمون منیژه دولت و نوشته نامه بینید السلام علیکم صوفی رو بسیار احترام میکنیم دختره که بهترین است همان لحظه که من سخنهایش رو گریه هایش رو دیده بودم بسیار دلم سوخت صوفی به نهایت برای دیگر زنها نیز متانت نیرو بخشیده توانست آفرین دختری تاجیک من میخوام که پیش از همه با شوهرتان خوشبخت و کامگار باشید من میخواستم شما بگویید که خب شما بگویید که یگان نفر بود که
дар оилаи шумо доимо дахолат мекард ё умуман ҳеҷ кас ба оилаи шумо барои наздик шуданатону баръакс хуб шуданатон дахолат намекард? Умуман барои шумоён ягон кас монеъ шудагӣ аст барои оиладориятон гуфтанд? саломат бошанд. монеъ шудагӣ нестанд, ҳама розӣ буданд барои оиладории мо. хай ҳастанд, ягон одамизод бедушман намешавад. бароям дахолатчиё буданд. ягон дугонатон мегуфт ки ақаллан нагир ин бача? буданд мефтам наги, ура мефтам наги дахта. неки мо дилмона гӯш кардем. гирифтем. хуб, тӯятон чӣ хел гузашт? тӯи мо хушуда коронавирус шуда буд ку 2020 21 сентябр. дар вақти коронавирус. дар куҷо шуд? дар як сарой. зур ҳама дар хизмат табриккунӣ. чӣ хел нас беҳтарин. баъди тӯй аз ҳамон лаҳзаи пеш аз тӯй нағз буд ҳамаш? баъди тӯй ватсар шуда кинои ҳақиқӣ, зиндагии ҳақиқӣ. хуб, беҳтарин. инҷо шунавандаи азизи меҳрубонамон Сафарҷон навиштанд: ассалому алайкум, аз Федератсияи Русия нафароне ки бо Азия плюс ҳастед, апаи Софиро хушомадед мегӯем. апаи Софи, мо шуморо эҳтиром мекунем. ташаккури зиёд ки шумо бар ин занҳои боҷасорат ҳастанд ки зиндагиро фикр мекунед. аз ҳамон лаҳзае ки ин муаммо ба сари шумо омада буд, ман фикр карда будам ки дуруст дар ҳақиқат ин духтарак сабри бузург доштааст. ман аз ин ҷиҳат офаринатон мехоҳам. ба шумо як савол дорам. шумо метавонед ки инстаграмро ба пуррагӣ тарк бикунед ё чаро шумо тарк намекунед? саломат бошед. ки дар ин ҳолат ҳама ғамхори ма буд, қариба 90% бигем. албатта мехоҳам инстаграмро тарк кунам. уже монда шудагим, асабомо монда шуданд, лекин маҷбурем, барое ки хай бо фарзандонро нигоҳ кардан дар кор. ол мега шавҳар, хай шавҳармам меҷума гуфти гапҳо, не ки хай бо каса кор накунем намешавад. барои ами шумо гендериро дар оила риоя карда истодед. ҳуқуқи зану мард баробарам, бояд ки якҷоя аробаро кашем. хуб, ҳамин инстаграми шумо чӣ хел актив шудагӣ аст, чӣ хел фаъол шудагӣ аст? хай ҳамаш албатта ки бо дастгириҳои подписчикон. барои ами активни баланд шуд. чӣ хел як бора подписчикон зиёд шуд? якум бор рӯи як видео, агар шумо дида бошанд, рӯи видеои гусалача буд ку. дидагӣ ҳастед? гусалача меглежа. баъдам хел мардум тамошо кардан, активи инстаграм баланд шуд. зур, хел видеоҳо карда истед охир? наси ӯ гусала охир мурд чикоши. саломат бошед. ассалому алайкум, акаи меҳрубон, ман ҳамсояи Софӣ ҳастам. дар ҳақиқат Софӣ духтаре ки дилсоф, меҳрубон, салом алайкаш дар ҷояш беҳтарин аст. лекин мо ҳеҷ гоҳ фикр намекардем ки ин хел муаммоҳо ва проблемаҳо дар ҳайати Софӣ ҳаст. Софиҷон, ҳамеша саломату сиҳат бошӣ, бахту тахти фарзандакота бинӣ, доимо дар меҳнат бошӣ, хаста набошӣ гуфтанд. хуб, дигар шунавандаи азизи меҳрубонамон Абдураҳмон навиштанд: ассалому алайкум. меҳрубон, ман бисёр хурсанд ҳастам ки имрӯз дар барномаатон апаи Рухшонаро даъват кардед. ба апаи Рухшона барои муваффақиятҳо таманно мекунам. пурсидани ҳастам ки хуб, бояд занҳои тоҷик дар инстаграм чӣ хел бошанд? аз нигоҳи назари шумо бояд чӣ хел бошанд? ягон ҳолатро дида ҷаҳлатон меояд ки бояд ҳама хел набошад, мегӯед худатон? ҳозиро бисёр блогерои бемаъне бисёр шудагиянд. баъзеҳо тарзи гапзанӣ надоранд, блогшона безе мебаранд. фикр мекунам ки саҳифаро як намуд пеш баранд ки ба дигарро дарси ибрат шавад. яъне ки бисёр наврасӯморо тамошо мекунанд. хуб блогмона пеш барем. фикри ақидаи ман. беҳтарин. шунавандаи дигарамон Сайёра навиштанд: ассалому алайкум, апаи Софӣ, ман дар бораи хуштоманатон пурсидани ҳастам. чӣ хел зан ҳастам, бо шумо чӣ хел муносибат доранд? гуфтанд. салому алайкум, саломат бошанд. хуштоманам инсони беҳтаринанд. ҳеҷ вақт дар зиндагии мо дахолат накарданд. рафту омадои хуб дорем. рафта хабар гирифта меистед? хеле штаги нарафта. хусур ҳастанд? хуштоманҳо ҳар душ инсонои хубанд. ҳамин оилаи шавҳарам ҳамаш инсонои
خوبم. طرف شما بودن همون وقتا؟ طرف یگان تمام ختم دادیم تا. سلامت باشید. خب میسره نوشتن السلام علیکم اپای رخشانه جان، بسیار شما رو در این برنامه دیده خرسند شدیم. اپا جان عزیزم هیچ گاه غمگین نباشید، همیشه خرسند باشید، تبسمتان زیبا است، بسیار دوستتان می‌داریم. اپا جان میگفتید که بیشتر و بیشتر از کدام کسمتولوژ ها استفاده میبرید که بیشتر طبیعی مینماید گفتن؟ سلامت باش خواهر عزیز. کم کسمتولوژی که من میرم همه وقت برای شما توصیه میتم، در هم صفحه اینستاگرام میمونم. لیکن اگر همه زورش از همه زورش همش زوره نه، اگر در نظر داشته باشن که مثال یگان بوتکس یگان چیز خیمیکات ما استفاده برده باشم، نه خیلی نیست، فقط ما برم همین چیز کلیتسا میکنیم تمام. ها بهترینش در همون صفحه اینستاگرام پیگیری کنن. بهترین. السلام علیکم اپا جان، شما با توی‌ها با برندگی هم میروید گفتن، یعنی روی شده میخواهید؟ ای کودکی مرزو داشتم، اکتریسگی، راویگی، رقاصگی. عموما صنعت. صنعت میخوام، نه که اولی نه اولی تیار نیستم. خب در یک فیلم شما نقش بازی کردگی هستید؟ اوسی. خب بهترین. این چه خیلی دعوت کردن؟ چه خیلی به این فیلم راه یافتید شما؟ رژیسور که مظفر شدیف دعوت کردن، در همون فیلم نقش بازی کردم. نقشی؟ زن یکی مظفر. در جا مهربانی نرم دیل هستید؟ نه در جا گنده. گنده؟ رولی گنده گردن. خب اصلا در حیات خودتون خاراکترتون چه خیلی است؟ کدام خاراکترتون با خودتون معقول نیست؟ خاراکتری که مثلا میگید همین عادتم بعد از میخوام که این دور باشد، ولی همین عادت شما دارید. با زبان روسی گاردی جدی میگه، اگه قهرم کنم با خالی دختره که کاتچا میشید؟ نه کاتچا نه، مثال اگر جنگ کنم خطی اومد هیچ وقت ما چی نمیکنم، خطیش گاب نمیزنم که میگه که گاردی تا. یعنی گاردستون بالان یعنی که گاردستون. خب گبی من ای خیلی بسیار اکخخ ما طرف من دختری رحمدلی، دختری خوبی، درسان چکم. دختری مهمش پر صبری بدم، اینکه صبر چقدر وقتی که کاسه صبر لب رسید با گنده میشم. انا بعد مکریزان نمیگید. بهترین زنده باشید. دیگر شما از مهربانمون نوشتن السلام علیکم آقای صوفی، رکلامی بود که به خودتون معقول نبود ولی اون رو شما مجبوری کردید. نه خیلی حالت بودم. میشه. مجبور تعریف کرده گذاشت. نشو تعریفی نه، مثال ایده که میتن مثال تکست شما معقول نمیشه یگان چی ایش شما در نظر داشتم. محصولات چی؟ محصولات نه، محصولات های بیزیب. ما اول دختمی استفاده میبرم بود حالتی بود که محصولات دم ضرر رساندگی بود، همون وقت ما اعلان کردم که این محصولات نخرین. ضرر دارن. ضرر کرده بود. زور از همین جهت چون که به شما بیشتر مردم باور میکنن. البته. و از روی قانونگذاری جوابگیری هم داره. شما همچون بلوگر در قید انداز هستید، انداز میسپرید؟ البته انداز جون میسپریم. در یک سال تقریبا چند پول میسپرید؟ هر خیل. چه خیل درآمد شما رو چه حساب میکنن و میسپرید؟ نمیدونم. در انداز. نمیدونم. خودشون میگن که هم خسپرید؟ نه همجا حساب حساب میکنن چه خیل میکنن، اما هر ماه میسپریم. چه خیل از روی چی میسپرید آخر میسپرید؟ آخر من بلوگر شدن ایچ خیل آخه نمیدونم نخ چما قد سرفران نمیرم. نه که حساب میکنن؟ من نمیدونم. مثلا 300 سوم میسپرید، 700 سوم میسپرید، چند سوم میسپرید؟ هر خیل 700 1000 1.5 600 هر خیل زیاد. هر ماه میسپرید؟ هر خیل و درآمد 6 ماه پس نه هر ماه. هر ماه میسپرید با 6 ماه هم میسپرید با یک سال میسپرید خیلی نیست؟ نه هر ماه. هر ماه میسپرید. تمام نقص که فایده‌تون به دولت رسیده است. ما خیلی بسیار فکر نمیکنن که مثال خیلی میکنم ما دروغ میگه که نالوگ نمیسپرم، نه که میسپریم انداز. از نقص است از این جهت. البته. دیدید بلوگر ها رو شما بعضا میگید که برای همین رکلام به پول نگیر. بلوگر میگید که چی فایده دارد؟ من فایده. با دولتی ما مبلغ میگذارونند، باز دولتی ما نفقه، استیپندیا، دیگر کمک پولی ها برای خلق میرسونند. البته این خوب است، بهترین و اینجا شنونده های زیادمون باز هم سوال های خود را ارسال کردند. خب از همه
بهترین نواری که کاری عملی که طولی فعالیتتون کرده بودید چی بود که شما رو موفق کردند به غیر از همون گوسالاچه بود یک تا گوسالاچه بود گوسالاچه باز چی بود نمیتونم یادم نیست بعد تویتون بودم تویم در اون وقت اینستاگرامتون بود بعد کرونا ویروس یکم توی کشته بود توی ما بود از همه بین بلاگران شو بیزنس همه توی ما بود خب بلوگری رو مخصوص انتخاب کردید یا از بیکاری انتخاب کردید گفتن اول در ساحه مدلی کی بودم بعدن که نموند بعد شوهرم با پای جون بر اومدم بعد سیختان که بیکاری دخونه یا بلوگری کنیم چون که حاضر کسی که بیکار مانده است یا بلوگر میشود یا اول رپریست بودم از بلوگر شدم خب خاصتا مردمی که کلی میکوبن زنان مشهور و مخصوصا بلوگر رو اونقدر خوش نمیکنند همین باعث به اون میشود که خاصتا دیرتر اویله دار میشوند یا من اویله دار نمیشوند اویلشون نفهمی ها زیاد میشود مخصوصا شما رو وقتی که کلی میکردن از طرف یعنی داماد شونده هیچ کس زید نشدگی است که چرا تو این دختره که مدل رو گرفته ایستاده ای یا چرا این بلوگر رو گرفته ایستاده ای نه راستی یکم بار من دا هیچی نگفتن بعد خانگی شوهر من با چی با گفتی روسا سوریمینین یکم چی نگفتن روزی خب عجایب بهترین خیلی باشد خوب است خب با همدیگر جواب گفتن طریق اینترنت حالا مود است مثال جنگ و جنجال ها در اینترنت خیلی زیاد است مثال اینش با اینش عطوه داده این خیلی شده این خیلی شده صبرینا با صوفی جنگ کردیم صبرینا توری مویز ها بیره کم بگیرده یا که صبرینا دوستی خوبی من است امشب خانه صبرینا رفته بلوکت هرش جنگ مونده مثال هر حالت ها خب همه خیلی جنگ و جنجال ها در شما هم شدگی است مخصوصا ها شدگی گفتم که بسیار بعضی بلاگرانی به معنی و به معرفت هست که مثال نام های ما را میگیرن جنگ دوزی میکنن هستن خیلی شدگی هستیم جنگ یک تشمایم که یگون کستا کاردون نیست آدمی که معقول نشم میگذارونم نه کامنتری میکنم نه یگون گبی بعد میگم بعضی بلاگرانی هست که میگن شدگیم جنگ در جاشون شناندگیم کی مثال بگذار مخفی ماند یک تشگویه نه بگذار مخفی ماند خب بعد زویزده بعد میشوه خب عجایب نیلوفر سرباز یک سرود خوندن مخصوصا به حیات زنهای بخشیده شد که حیاتشان پر از اندوه هست درد است جبر دیده هستند زیاد به زورآوری دچار شدن به خشونت عائلوی مخصوصا به شما چه تاثیر رسان این کلیپ به حد چقدر گریستم نیلوفر جان اس ام اس کردم نیلوفر سرباز دوستی بهتری من است نه است که رخشانه جانی سروده برای تو سرودم برای تو خواندم به حد گریه کردم چیزی که در همون چیزی که ما دیده بودم همون را تصویر کرده که در کلیپ خودش عجایب بود به شما پسند اومد البته هم تاثیر کرد هم گریستید هم به فکرم همو رقصیدید در سطح عالی بود چیزی که در زندگی مقصد گذشت همون چیزی ما دیدم در همون کلیپ بسیار خوش رو خوندن من هم دیده در حیرت افتادم خود نیلوفر هم گفتن که من برای صوفی خوندم رحمت نیلوفر جان بار دیگر صدات خسته نگردد با نیلوفر جان پیشروی ها خوانیم میخواید که باز سرود سرایی رو ادامه دهند بله صدای شیرین دارند شما هم برای اول گوش کردید بله. یا پیش از این میدونستید که سرود خونده میتواند نه میدونستیم ما که دوستی نزدیک هستیم وقتی که یگانجا میشتیم سرودخوانی میکرد کم کم صدای شیرین داره اکنون یکمین سرودشون برآمد به فکرم شما هم در حیرت افتادید مانند من چقدر سراز هم گلاسوی رو یکم در اینستاگرام گریه دارم ای رخشانه جان من نمیدونستم قطعا سخت تاثیر میکنه با دوست داریم کرد نیلوفر گفتم و چیزی که ما ای سر گذراندم همون چیزا در کلیپیت دیدم در شعریت در سرودیت مقصد شنویدم بهترین برار میخوایم خدا کنه که زورآوری در عائله هیچ گونه نباشد بهترین خب با تربیت فرزندتون وقت جدا کرده میتوانید گفتند خب مخصوصا همچون مادر به آنها مهر داده مثلا وقت جدا کرده دائما با آنها بوده میتوانید دست بگیم که بسیار سیرکار هستید البته من ساعت 7 که میخیزم نورا صدیق میبرم با از قفای کار برو میشم با از صدیق میگیرم شما هر سه شو میرم نه دو نفرش میرتش نه دارم بعد وقت جدا میکنیم خیلی صدیق میام با خدشان بازی
با هر روز یک شنبه به تماشا میبرم شما. مادری سختگیر است، جنگ کرده میستد یا نه؟ سیاستدار نکی. سیاستدار بچه ما شکر به تربیت بچه کلونیم بسیار بچه گپ گیره. چند سالش دیگه است؟ 3 ساله، دیمگیم 2 ساله، سیمگیم 1 ساله. بهتره. همش شکر خوبن. نقص. شنونده گرامی قدرمون، خوب سوالی ها نوشتن. السلام علیکم، از بخارا گوش کرده ایستادم. صافی جان رو بسیار دوست می‌داریم. امروز من صدایش رو شنیده بسیار خرسند شدم. دختری که زیبای تاجیک است، هیچگاه در چشمانش اشک نباشد. من می‌خوام که به خانه ما حتما بیاید، مهمان کنیم. مرحمت به بخارای شریف گفتن. البته با اکی امید یک جای یک رویتون. ان شاء الله ما بودیم بخارا. کم ایواز کرده است جای رو. خیلی جای‌های ایواز کرده می‌استید کو مثلا یگان جا رفته می‌استید باز دیگر خیلی میشد حیات. ان شاء الله. امیدم میگم نغز نمیدن گشتن نمیگن نمیرم. زیاده باشه. اینجا یکی از شنونده از مهربانمون گفتن که السلام علیکم، زیاد نوارها رو می‌بینیم درباره فالبین ها، مخصوصا بیگم بار پیش فالبین رفتن نوشتن. نه نرفتم. باز это гармону کردید. مثال بدن آدمایی که پیش فالبینا رفتن در اوج صورت‌های ما را دیدگن، برام بسیار وقتا میمونم. هر چرا که همین خیلی قانون برآمد شکر که از فالبینا را قپیده ایستن، با هم آدمایی که میرون همش هم قپن. شما یکم رفته بودید؟ نه. چه صورت شما فتوشاپ کرده هستن؟ همین خیلی ما در خبر آوردن که مخصوص صورت‌های شما قد شوهر در پیشم فالبینا کدام زنی برده بوده. دیگر رو برای که شما رو جنگ دوزن. بسیار سبب جنگ هم نمیشه چی؟ آقا گم در کجا بوده است؟ با حکیم مید نگفته دیدی؟ میگم مرافقه کرده بودی؟ دیدی؟ در وقت قطعی اون کسی ساز نمیگردی که امروز جدیگری نکنه. عجیب. من خیلی لحظه هم بودم. استغفر الله. دوستانی عزیز دیدید برای یک اویله چقدر دخالت ها است، برای یک اویله رو ویران کردن چقدر آدمو شب تا سحر خوب نمیکردی نه؟ در خونه ملا میشینه. خداوند انصاف دهد. خب دیگر شنونده از مهربانمون زاکر جان نوشتن. السلام علیکم، با اپای رخشانه گفتنی هستم. من هم همسرم رو بسیار دوست می‌دارم. یک زمانی بود که من هم او رو بسیار می‌زدم، لیکن سببش رو خودم هم نمی‌دونم. حاضر من از کارهای کرده خودم بسیار سخت پشیمان هستم. چرا؟ برای آنکه همسر من امروز ممکن شاید برای همان ضربه هایی که من به او رسانده بودم سخت بیمار است. فرزندانم کلان شدند. حتی کلانیش داماد شده است. نبیره دارم. از همان کارهای کردگی هم سخت پشیمان هستم. من گفتنی هستم که هیچگاه در عائله شما جنگ نباشد. هیچگاه شما عصبی نشوید. خودتان را احتیاط کنید. چون که این زخم ها رفته رفته میتواند که شما را از پای ماند و دیگر نخیزید. همسری من همین خیل شد. من از کاری کردم پشیمان هستم. به شوهر اپی صافی گفتنی هستم که هیچگاه اپجان عزیز ما رو خور نکند. من این رو با اشک‌های جاری می نویسم. خودم گریه شدم. خداوند بازنشون شفای کامل بتن. راست همه او مخصوص زنه که میزنید همش میگن که در پیریا بعد رو میزنن. برای ما زنها چی قوت داریم؟ یک پر شکسته هستیم. از زنها اختنان نزنین. مرد هم در این دنیا جواب میته، هم در او دنیا هم جواب میتن. چون که پیغمبر مفتگیان که مردی که زنش رو میزند در او دنیا مقصد سوال جوابش قین است. زدن در کار نیست است. زنها رو احترام کنه، زنها رو احترام کنه. باز لیکن یک سخنی هست که مخصوصا یک مقوله عجایب داریم. زن رو زن نمورد با تبر زن. همین مقوله وقت امیدم میگفت. نه برای چی گفته باشن؟ من نمیدونم همون شاعره افتن در کار چی. نه من این رو فهمیدم که مخصوصا برای اون گفته بودن که همون مکر و حیله که مخصوصا یک بدیهایی که به زن برعکس نزدیک میشه بعد همون تبر که زن گفته بودی. نه نمیدونم مردای ما دیگه خیلی میفهمن. دیگه خیلی میفهمید. همون شعره افتن در که همین مطلب دیگه خیلی. زن چراغ خانه است. زن گرچنده از زنها پیامبر نیست لیکن پیامبران را هم زن ها به دنیا آوردن، مادران به دنیا آوردن. زن هست که گرمی است، محبت است. زن هست که یک
آوارگی ها هست و سرسانی ها هست و عشق هست و محبت است. زن هست که دامن او رو میگیریم و باز هم در آغوشش خواب میکنیم، خود را آرام حس میکنیم. زن هست که این دنیا زیبایی دارد، تراوت دارد. من تمنا میکنم که هیچگاه در زندگی شما غم و اندوه نباشد. دیگر شنونده عزیز مهربانمان اسکندر نوشتند: السلام علیکم. من هم برنامه رو گوش کرده ایستاده به خلاصه آمدم که اپای صوفی به نهایت دخترک دلصاف مهربان بودند. هیچگاه غم و اندوه را نبینید. من دیگر خیلی تصور میکردم ممکن شاید به شما کامنتاری بد هم نوشته باشم. از شما عذر میخواهم اپا جان. مهم همیشه در زندگی با اکی امید جان خوشبخت باشید. گفتن سلامت باشید. سلامت باشید. دیگر شما از مهربانمان فریدون شاه نوشتند: السلام علیکم. با صوفی برای موفقیت ها رو تمنا میکنم. هیچگاه خسته نباشد. لباسهایش دائما به خودش میزیبد و ما اویلوی او رو تماشا میکنیم. حتی دخترچه من خردکک 5 ساله به او تقلید میکند. موهایش رو مانند او کرده است. حتی روی مولبندی های او رو تقلید میکند. من بسیار احترام میکنم. همسری من هم احترام میکند. مادری من هم احترام میکند. ما این دخترک رو همه کسا دائما عزیز میدونیم. البته به خانه ما مهمان شوند. همسری من او رو بسیار دوست میدارد. من اگر که دخترچه دار شوم باز نامش رو رخشانه صافی میگذارم. گفتم سلامت باشین. از رحمت کلام. سلامت باشید. سروغه ما شهر پنجکین مرحمت. گذرش رو هم نوشتن. البته نزدی بازار گفتن خانه 13 هم. نصیب انشالله. هزار رحمت. سلامت باشید. دیدید چه شما رو دوست می‌داشتن. من برای که صدقاً همه подписчикам دوست می‌دارم. بهترین. زنده باشید. اپای صوفی السلام علیکم. برایتون موفقیت‌های زیاد رو تمنا می‌کنیم. شما هم سرود خوندن می‌خواهید؟ گفتن سلام علیکم. از اخیر سراندم ما اگر سرود بخونم شما گوشتون نمیچخین. نه برام من آوازی نغز ندارم. خب از همه کامنتاری عجایب برای شما چی بود که بسیار خندیدید یا بسیار جالب آمد و عجایب نوشته هستن؟ گفتید چی نوشته بود؟ خندان. همین نوار اخیرانه که ما لباس ایندیسکی دارم که هم در قفا هم یک دخترک خیلی هم ماتریال جنبونده است. هم را نوشتن که قنش بزنه هم ماتریال جنبون. کامنتاری خوبه برای من بسیار خندیدم. کامنتاری خوب کردگی. برای چه اون لباس هند رو شما پوشیدید؟ اون رکلام بود؟ برای رکلام. ما مدل نشان میتیم که لباس را. لیکن مانند اما هندو شده نشود. پریانکا چوپرا. نشود در گلیفود شما رو بینیم بالیوود. انشالله. خب عجایب. بهترین زیبا است لیکن بسیار زیبا. خب اینجا دیگر شما از زمان شکرانه نوشتن: السلام علیکم. اپای صوفی رو بسیار دوست می‌داریم، احترام می‌کنیم. اپا جان من بسیار می‌خواهم که دختران ما با حسن و ملاحت خودشان باشند. امروز زیاد نفران از چیزهای صنعی زیاد استفاده برده ایستادند. شما چه فکر دارید نسبت این مسئله، این پرابلم؟ گفتن سلام علیکم خواهر عزیز. خیر نمیدونم، هر کس عقل خچه داره برای که رفته چیزای خیمیکات شاید به بیماری های تبوان نشونده برده رساند. برای همین هر کس به عقل خودش کار کنه. فکری من. خب دیگر شما از مهربانمان گفتن: السلام علیکم. اپای صوفی رخشانه سلامت باشید. صحبتتون رو گوش کرده ایستاده ایم. خب اینجا فهمم. اینجا پرسیدن که مخصوصا در حال حاضر اکی امید نسبت فعالیت شما چی گفته ایستادن بعد اون پرابلم گفته خیلی پرسیدگی هستند؟ مخصوصا حاضر باز بیمال کار کرده ایستاده ایده؟ هیچ کس مانع نیست؟ نه برای فعالیت شما. خب دیگر شنونده از مهربانمان سرویناز نوشتن: اپا جان عزیزم بسیار دوستتان می‌دارم. هر چیزی که در اینستاگرام میگوید دائما پیگیرتان هستم. میخواستم درباره خب خب تشکر زیاد شما از مهربان. این رو من بیرون از افیر این سوالی شما رو به فیصافی میدهم. تشکر زیاد. سلامت باشید. دیگر شنونده ما نوشتن: السلام علیکم.
назира ҳастам аз шаҳри хуҷанд. апаи софиро бисёр дӯст медорем. апаҷон албатта ба шаҳри хуҷанди мо биёед. як савол дорам. чаро чашмашон ба оҳу монанд аст? шояд модарашон гӯшти оҳу хӯрда бошанд гуфтанд. раҳмат, намедонам, шояд пурсидан дар кор. хуб ягон нагуфтанд? Не. хуб шумо бештар ба падаратон рафтаги ҳастед ё ба модаратон? ҳама мегӯянд ки тра падар тавлид кардаги. монанди падаратон ҳастед? копия падарамо. хуб падаратон аслан чӣ кор ҳастанд? падарам дар муҳоҷират дар Россия. падар модарам ҳозир инҷа ҳастанд. ҳардуяшон? бародарам ҳамҷадан, ҳам инҷада зиндагӣ мекунад, ҳам тарафҳои Россия ба. хуб ассалому алайкум. муяссара навиштанд як нафар. ман бисёр мехоҳам ки ҳозир як нафар аз ҳамсояи апаи софӣ ба шумо смс навишта буданд. меҳрубонӣ азиз, бо ҳамсояҳо чӣ хел муносибат дорад софӣ гуфтанд. хуб бо ҳамсояҳо муносибати беҳтарин. салом алейк. хай мешинем суҳбат мекунем. вақте нест ки мисол ба хонаҳошон равем ба хонаҳои мо биёянд, дар ҳамин берун бирам салом алейк тамом. ман бо ҳамаам як хелам, фақат ҳами бо чеҳраи хандон салом алейк тамом. беҳтарин, саломат бошед. инҷо дигар шумандаи аз меҳрубонамон гуфтанд аз ҳама дугонаи беҳтаринашон кист? маро ба дугонагӣ намегиранд гуфтанд. сарвиноз саломат бошанд, мегирем. аз дугонаҳо зиёд хиёнат дидаед? шидаге дугонаи беҳтарин бисёр дорам. сафинаҷон дугонаи беҳтарин ман аст, нилфарҷон, сабрина, мағфира, шаҳноза бисёр дорем. дугонаи беҳтарин, дӯстои хуб бисёр дорем. хуб як нафар смс аҷоиб навиштанд. шоҳсанам. ассалому алайкум апаи софӣ, бисёр дӯстатон медорем. ман дар син фақат аз ҳама калтак мехӯрдам. маро бисёр мезаданд. директирамо медаромада мегуфт ки ин духтаре ки хушрӯи моро чаро мезанед, ба хушрӯгиаш ҳасад мебаред. мегуфтанд шумо ҳам хеле калтак мехӯрдед гуфтанд. не ки ман қадам баланд будам ки метарсидам калтак бизанам. он вақт безеб будед? не вақтша одам хушрӯи вақтш хушрӯ мея. лақабатон чӣ буд? паталок. бо мафтай баланди поёнам дилет ҳаво намегира. ба ман ҳама минро мега. қади ман 2 метру 2 сантиметр. мошо ҳар кас надора қади баланд. барои қади баланд қанд занад гуфтаги. рост. қади паст панд хӯрад. қади баланд қанд хӯрад, қади паст панд хӯрад гуфтаги ҳастанд. дуруст аст. дигар шумандаи аз меҳрубонамон фирдавс навиштанд. ассалому алайкум. апаи софиро бисёр эҳтиром мекунем. апаҷони азиз, ман оиладор ҳастам. ҳамсари ман ҳам бо блогерӣ машғул аст, бо пухтани ҳар гуна таомҳо. ӯ мехоҳад ки чеҳраи худашро нишон диҳад ва хушрӯтар барояд ба наворам мегӯяд, лекин ман ба ин чиз аслан зид ҳастам. ҳозир суханҳои шуморо гӯш карда ба хулоса омадам ки бигзор чунин ҳам бошад, бигзор занҳои мо озод бошанд. худатон чӣ мегӯед? иҷозат диҳам ё не гуфтанд? салому алайкум. аввалан саломат бошанд. хай ҳар чиз дар дасти хичонай. иҷозат ки додан ман намедонам. неки заншон саҳифаи фудблогерӣ пеш мебаранд, мешавад ки чеҳрашонам нишон нададам, хеле футблогерия пеш баранд. чунки дар кори мо бояд чеҳрамона нишон бидем. кори моделӣ, кори реклама аз мо ку футблогерӣ ки нест. барои мин шарт ва зарур нест. ҷангшон нашав ба тавсияҳои ман. хичон медонанд бародари азиз. саломат бошед. як нафар аҷоиб навиштанд. уктамҷон, барои зан духтари тоҷик нохуни дароз шарт аст гуфтанд. ман надорам. ман ҳамин ҳисоба ки агар лак карда бошам мумкин 5 бор 6 бор наметонам. ба дигаро кор надорам. ман фақат ҳамин худам кор дорам тамом. барои ҳамин ҳеҷ гуфта наметонам. саломат бошед. апаи софӣ, ассалому алайкум. бисёр дӯстатон медорем. апаҷон, ман доимо шуморо аз инстаграм пайгирӣ мекунам. ба тои фараҳноз рафта будед гуфтаги ҳастанд? салому алайкум. саломат бошанд. рафта будам. он той сохта буд? не, ҳамин овозаҳо бисёр маро ёбса той сохта буд. довод ки не албатта.
نه شما نفهمیدید؟ نه من فهمیدم مرا سوال میدادم من گفتم نه آخه من چیکار من همچی حیث یه مهمان رفتم آمدم رقص ما کردم آمدم خوردم رقص کردم آمدم من دیگه رشته کار ندارم. من دیگه نه اصلا داماد استادی داماد پای نبردید که بس داماد ساخته بود. نه داماد شما دامادم نگاه نکردم من فرهناز نگاه کردم. فرهناز مادرنگ خواهر خان میشه بسیار دختر خوبه. شوخی میکنیم البته. بگذار خوشبخت شما. خیلی هر گپ بعد میگن. شمانده زمان همیگونه سوال دادن. ممکن شاید شما دونید اگه خیلی حادثه شد باز گفتم. نه اگه حادثه توی نقص گذاشت. خب بهترین است. السلام علیکم اپای صوفی بسیار دختره که خاکسار بوده در پجام شما رو دعوت میکنم با فروشگاه شیرینی خودم. من اینجا شیرینی میپزم شیرینی های زیاد. من شما رو حتما دعوت میکنم. ما در قرغان تپه هستیم شهری باختر. حتما بیایید پیش автовокзал. من شما رو انتظار میمونم اپجان عزیزم. میدونید ما در کوچه همون یک نفر داریم نامی وای هم رخشانه است لیکن عجیبگیش در اون است که به شما سخت مانند ما او رو صوفی گفته مسخره میکنیم گفتن هم خیلی به خودتان مانند یگان نفر رو دیدگه هستید؟ هم دادم در اونجا زن باجی نگرفته باشه میترسم اون پرسیدن در کار ایشا تیمو گره تو همه با تو یکم وقت دادم بسیار جوانی کردگی ایده سلامت باشید خانم ددرکین توبه سلامت باشید. خب اینجا یک شنونده‌مون یک سوال دادن مخصوصا یک عجایب سوال. خب خواهد جواب دید خواهد نه مخصوصا صوفی یگان چیزی زندگیش رو پنهان میکند گفتن یگان من در حیاتتون چیزی که شدگی است کوشش میکنید که پنهان کنید یگان هم چیزی که پنهان بود همه شما فهمیده بودن برای همین نه حضرت نه پنهان نیست. شما گفتید که من خودم رو درست خوشبخت نشان میدادم که پنهان هست و راست با کدام خاطر بود؟ با خاطر که همه یک چیز فهمیده بودیم که همه آدم خوب بگوی خوب شده رفتن میگیرد نه تو چندی که ما خوب گفتیم خوب نشید. برای همین من خواستم بعد روی راست کنم به من کمک رسونن. تشکر به دولت به مقامات که بی‌طرف نبودن. برای همین خیلی با شکر که خطاگی چون نفهمید شوهری مهربانم و امروز هستید. و امروز هستیم شکر. من تنها و تنها یک چیز رو گفته میتوانم که این از ازل بود هست و این چیز در تقدیر شما هم بود است. یعنی که از تقدیر گریخته نمیشده است. 100 مثال ما یک چهره باشیم هم 100 مشهور باشیم هم 100 مثال کار کنیم و مهنت کنیم و چقدر مبلغ‌های زیاد یابیم هم تقدیر رو دیگر کرده نمیتوانستیم. تقدیر رو دیگر کرده نمیتوانستیم. لیکن خوشبخت‌ترین بنده همان بنده بود است که به همان تقدیر داده خداوند شکر می‌کند. راضی بود است. راضی بود است. چون که از این بدش هم بود است. از این بدترین هاش هم بود است که این پرابلم ها پیش وی هیچی بود است. برای همین در آخر به شما تنی سالم اولی خوشبخت دائما اینجا امان بودنتان رو خواستگار هستیم. زنده باشید. شما رو من همچون خواهر بسیار دوست می‌دارم احترام میکنم. تشکر برای قبولی تکلیف. رحمت برای شما برای دعوت. اما وقت با رادیو عزیز پلوس میمونم. من از که ما ترانه میوزیک اوارد جایزه سپاری داریم البته باز شما رو دعوت میکنیم. حتما مهمان افتخاری ما میشوید. سلامت باشید. از دیدارتون بسیار شاد هستیم. تشکر زیاد. زنده باشید. دوستان مهمانی ما بودن صوفی رخشانه یکی از چهره‌های شناخته در سایت‌های اجتماعی بلاگر و مدل. عزیزان با عزیز پلوس بمانید. رخشانه برای موفقیت‌ها رو در زندگی و ایده‌اش خواهان هستیم. زنده باشید.